سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. این ویدیو اولین قسمت از استوکیومتری هست که به بررسی مفاهیم میپردازیم. مفهوم اول واحد کربنی هست. منظور از واحد کربنی 1/12 جرم اتم کربن 12 است. یعنی اگر ایزوتوپ کربن 12 رو به 12 قسمت تقسیم کنیم، یکی از اون 12 قسمت همون یک واحد کربنی میشه. مفهوم دوم جرم اتمی هست که تعریفش میشه جرم اتم مورد نظر بر حسب اون واحد کربنی یا AMU رو میگیم جرم اتمی. مفهوم سوم عدد جرمی هست. عدد جرمی رو ما قبلا هم داشتیم. به مجموع تعداد پروتون و نوترون میگیم عدد جرمی. مفهوم چهارم مول هست. در واقع مول به تعداد 6.02 ضرب در 10 به توان 23 ذره از هر ماده رو میگیم یک مول. یعنی اگر ما 6.02 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم سدیم داشته باشیم، یعنی یک مول سدیم داریم. مورد بعدی عدد آووگادرو هست که با NA نشونش میدیم. در واقع به عدد 6.02 ضرب در 10 به توان 23 میگیم عدد آووگادرو. دانشمندی به همین نام یعنی آووگادرو پیشنهادش داد و قبلا هم اشاره کردیم که به این تعداد یعنی 6.02 ضرب در 10 به توان 23 تا ذره میگیم یک مول ذره. مفهوم بعدی جرم مولی هست. به جرم یک مول ذره یعنی 6.02 ضرب در 10 به توان 23 ذره بر حسب گرم میگیم جرم مولی. و نکته آخر همین که جرم مولی، جرم اتمی و عدد جرمی از نظر عددی تقریباً با هم برابر هستند.